مصنوی شرح جامع از کریم زمانی. مقدمه مؤلف. آن که بود از جهان همیشه جهان. گفتار 11. خار در پا شد چنین دشوار یاب، خار در دل چون بود واده جواب. وقتی که خار خلیده در پای این گونه دشوار پیدا شود، پس خاری که در دل فرو رود چگونه باید پیدا شود؟ پاسخ بده. خار دل را گر بدیدی هر کس، دست کی بودی غمان را بر کس. اگر قرار بر این بود که هر فرومایه به مقدار بیماری های مربوط بر روح و روان و قلب و جنان را بشناسد، چگونه ممکن بود که غم و اندوه بر دل مردم چیره آید؟ قطعه اخیر که بر سبیل تمثیل استدلال گونه آمده است، از روانشناسانه ترین ابیات مثنوی است. الحق یافتن خارهای روحی کارهای هر کس نیست، گرچه مدعیان بسیارند. کس به زیر دم خار نهد، خر نداند دفع آن بر می جهد. مثال دیگر، کسی به زیر دم خار می گذارد، خر چون نمی داند چگونه آن خار را از بدن خود دور کند، با پریشانی و اضطراب شروع به جستن می کند. خار نهادن در زیر دم استواران ظاهراً از شوخی های بیمزه مردم قدیم بوده است. در کتاب آداب الحرب و الشجاعت این عمل زشت شمرده شده است و هر که خار در زیر دم اسب به مردمان نهد، تا چون برنشیند مردم را بر زمین زند. برجهد وان خار محکمتر زند، عاقل باید که خار بر
گشت جنبید و نه رخ گشت زرد. آن حکیم الهی دید که با نام آوردن اشخاص مرادش حاصل نمی آید. پس شروع کرد به طوری مفصل از هر شهر و خانه جداگانه و علاهیده پرسیدن، ولی باز نه رگ کنیزک جنبید و نه رنگ رخسارش زرد شد. نبض او بر حال خود بود بیگزند، تا بپرسید از سمرقند چقند. نبض کنیزک به حال عادی خود بود، تا اینکه حکیم از شهر سمرقند که برای آن کنیزک یادآور خاطرات شیرین بود ذکر به میان آورد. سمرقند را پیشینیان به سبب سبزی و خرمی و فراوانی نعمت و باغ‌های زیاد یکی از 4 بهشت روی زمین انگاشتند. این بهشت‌ها به جنات اربعه عبارت است از غوطه دمشق، شیبی بوان در فارس، ابوله در بصره و سغدی سمرقند. چون مولانا چند در این شهر مقیم بوده، گمان می رود که خاطرات ایام کودکی در تشبیه سمرقند به قند مؤثر بوده و تنها مناسبت لفظی موجب این تشبیه نشده است. نبض جست و روی سرخ و زرد شد، که سمرقندی زرگر فرد شد. همین که حکیم الهی از سمرقند و اوصاف آن سخن گفت، نبض او جهید و رویش از عشق و دوستی به زرگری سمرقندی زرد و سرخ شد، زیرا که آن کنیزک از زرگری ساکن در سمرقند جدا افتاده بود و به درد هجران و فراق دوچار شده بود. چون ز رنجور آن حکیم این راز یافت، اصل آن درد و بلا را باز یافت. همین که آن حکیم الهی از راز بیماری آن کنیزک آگاه شد، به اصل و حقیقت آن درد و بلا پی برد و دانست که کنیزک بیمار عشق است. گفت کوی او کدام اندر گذر، او سری پل گفت و کوی غاطفر. غاطفر شنوندگان عزیز نام محله است در سمرقند. حکیم الهی از کنیزک پرسید محله او زرگر در کدام طریق واگذار است. کنیزک گفت بر سری پل و محله غاطفر. گفت دانستم که رنج چیست زود، در خلاصت سیرها خواهم نمود. آن حکیم الهی گفت فهمیدم که بیماری تو چیست. هرچی زودتر در رهانیدن تو از آن بیماری معجزات خواهم کرد. طبیب روحانی و طب جسمانی در هر دو باید پس از تشخیص بیماری مژده شفا و سلامتی به بیمار بدهند تا با این تلقین بیمار تقویت روحی شود و بتواند با بیماری مقابله کند. شاد باش و فارغ و آمین که من، آن کنم با تو که باران با چمن. حکیم الهی به کنیزک گفت شادمان و آسوده خاطر باش که من با تو همان کاری کنم که باران با چمن می کند. یعنی همان طوری که باران چمن و گیاه را حیات و تراوت می بخشد، من نیز روح افسرده تو را تازگی و تراوت دهم. من غمی تو می خورم تو غم مخور، بر تو من مشفقترم از 100 پدر. حکیم الهی گفت من غمخوار تو هستم و تو دیگر لازم نیست اندوهگین شوی، زیرا که من از 100 پدر مهربان نسبت به تو مهربان ترم. هان و هان این راز را با کس مگو، گرچه از تو شه کند بس جست و جو. حکیم گفت بهوش باش که مبادا این راز را به کسی گویی، ولا این که شاه از تو بسیار پرسجو کند. گورخانه راز تو چون دل شود، آن مرادت زودتر حاصل شود. اگر دل مقبره اسرارت باشد، یعنی اگر راز خودت را در دلت پنهان داری و به کسی نگویی، مرادت زودتر حاصل خواهد شد. گورخانه راز اشارت است به ضرب المثل عربی، یعنی دلهای آزادگان گورخانه راز هاست. گفت پیغمبر که هر کی سر نهفت، زود گردد با مرادی خیش جفت. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده است هر کس رازش را نهان دارد، زود به مقصدش برسد.
پیامبر حدیثی دارند به این معنی که نیازهای خود را با پوشاندن آنها برآورید که هر صاحب نعمت مورد حسادت است. دانه چون اندر زمین پنهان شود، سر او سرسبزی بوستان شود. به عنوان مثال اگر دانه ها در دل خاک پنهان شود، سر آن سبب سبزی شدن باغ و بوستان است. یعنی سبزی هایی که در باغ ها دیده می شود در واقع اسرار آن دانه هایی است که در دل خاک مدفون شده است. زر و نقره گر نبودندی نهان، پرورش که یافتندی زیر کان. مثال دیگر اگر طلا و نقره در زیر زمین نهان نمی شد، چگونه ممکن بود که درون معدن پرورش یابند؟ مولانا در اینجا بندش کریم زمانی به این عقیده کهن اشارت می کند که تمام حیات و رشد و نمو در این دنیا خاکی تحت تأثیر ستارگان و سیاره ها است. وعده ها و لطفای آن حکیم، کرد آن رنجور را امین ز بیم. وعده های صادقانه آن حکیم الهی کنیزک بیمار را از بیم و خوف امین کرد. وعده ها باشد حقیقی دلپذیر، وعده ها باشد مجازی تاسگیر. تاسگیر در لغت به معنی مجازن چیزی که پریشانی و بیقراری آورد. وعده های حقیقی را راستین یعنی طبیب الهی دلپذیر است. یعنی هر وعده که صادق باشد موجب آرامش دل می شود، ولی وعده های دروغین موجب پریشان خاطری و اندوه می گردد. وعده اهل کرم گنجی روان، وعده نااهل شد رنجی روان. وعده مردم بزرگوار و کریم همچون گنج قارون است، اما وعده مردم نالایق رنج و روان است. یعنی موجب کدورت قلب و تیرگی روح شود. دریافتن آن ولی رنج را و عرض کردن رنج او پیش پادشاه. بعد از آن برخاست عزمی شاه کرد، شاه را زان شمه آگاه کرد. میگه مولانا حکیم الهی پس از آن که بیماری کنیزه را تشخیص داد، از کنار او نزد پادشاه رفت و رنج کنیز را به او نقل نمود. گفت تدبیر آن بود کان مرد را، حاضر آرم از پی این درد را. این بیت در جواب سوالی پیشین شاه است. گویا که شاه به حکیم میگوید چاره درد کنیز چیست؟ حکیم جواب میدهد چاره این است که آن مرد زرگر را برای علاج درد کنیزک از سمرقند باید به اینجا آوریم. مرد زرگر را بخوان زان شهر دور، بازر و خلعت بده او را غرور. از آن شهر دور یعنی سمرقند مرد زرگر را به دینجا دعوت کن و با زر و جامه های فاخر فریبش ده تا از شهر خود بیرون آید. فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر. شه فرستاد آن طرف یک دو رسول، حاذقان و کافیانی بس عدول. شاه
یکی دو مأمور به سوی سمرقند گسیل داشت. همگی ماهر و لایق و با کفایت و بسیار عادل بودند. تا سمرقند آمدند آن دو امیر، پیش آن زرگر ز شاهنشه بشیر. آن دو مأمور شاه به سمرقند آمدند و نزد زرگر رعنای شیرین رفتار نکوکار رسیدند. کی لطیف الاستادی کامل معرفت، فاش اندر شهرها از تو صفت. مأموران شاه به زرگر گفتند ای استاد ماهر که شناخت و معرفت تو کامل است، وصف تو در همین شهرها انتشار یافته و بر سر زبانها افتاده است. نک فلان شه از برای زرگری اختیارت کرد زیرا مهتری. نک در اینجا به معنای اینک، اکنون. اینک فلان شاه تو را برای امور زرگری خود پذیرفته است، زیرا تو زرگری بزرگ هستی. اینک این خلعت بگیر و زر و سیم، چون بیایی خاص باشی و ندیم. ندیم به معنای همنشین. حالا این خلعت و این طلا و نقره ها را بگیر، اگر به حضور شاه برسی مصاحب و همنشینی خاصی او نیز خواهی شد. مرد مال و خلعتی بسیار دید، غره شد از شهر و فرزندان برید. مرد زرگر وقتی که آن همه مال و جامه های فاخر را دید، فریفته شد و از شهر و اهل و عیالش جدا شد. اندر آمد شادمان در راه مرد، بی خبر کان شاه قصد جانش کرد. مرد زرگر شادمان شد و به راه افتاد، در حالی که نمیدانست که شاه قصد جانش کرده است. اسب تازی برنشست و شاد تاخت، خونبهای خویش را خلعت شناخت. مرد زرگر بر اسب عربی و نژاد نشست و شادمان به سوی بارگاه شاه تاخت و خنابه های خود را خلعت می پنداشت. ای شده اندر سفر با 100 رضا، خود به پای خویش تا سوی القضا. ای کسی با کمال اختیار و رضا و رغبت آهنگی سفر کرده ای و با پای خود به سوی سرنوشت شوم قدم پیش نهاده ای.